بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مردم عزیز و شریف ایران قوی، سلام. به برنامه عملیات وعده صادق 4 خوش آمدید. میهمان این برنامه سخنگوی ارشد نیروهای مسلح سردار شکارچی هستند. سردار خیلی خوش آمدید. سلام علیکم، خدا قوت عرض میکنم، خسته نباشید، انشالله که موفق باشید. خدا قوت. سردار، از جنگ بفرمایید. جنگ تحمیلی علیه ملت ایران با توهم ترامپ و نتانیاهو علیه قدرت ایران انجام شد. وضعیت رو چگونه ارزیابی میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. من خدمت همه مخاطبان این برنامه سلام عرض میکنم و شهادت اسوه تقوا، شجاعت، تدبیر، خلاقیت، حکمت، مقام معظم رهبری، امام شهیدمون، قائد شهید امت اسلامی رو خدمت همه امت اسلامی تسلیت عرض میکنم و انتخاب جایگزین خلف ایشون رو و فرزند خلف ایشون رو، مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای رو هم خدمت مردم عزیز ایران تبریک عرض میکنم. منطق نتانیاهو و ترامپ برای ورود به این جنگ از روز اول تا الان چی بود؟ برخلاف تصوری که اونا داشتن که هم محاسباتشون این بود که ایران بسیار ضعیف هست، پشتوانه مردمی ندارد، زیر ساختاش دچار مشکل شده در جنگ 12 روزه، مشکلات اقتصادیش فراوان هست، به خصوص مردم حمایت نخواهند کرد از دید اونها. زمانی که فتنه تروریستی آمریکایی صهیونیستی 18 و 19 دی ماه اتفاق افتاد، ضریب این اعتماد اونها به خودشون سد شد. 9 اسفند ماه گفتن خب ما رهبری رو بزنیم، سر نظام رو زدیم، تن بی سر 48 ساعت بیشتر دوام نخواهد آورد. برای اطمینان فرماندهان ردیف 1 رو هم دوباره زدن، گفتن خب اون دفعه این رهبر بود، این فرماندهان رو انتخاب کرد، این دفعه وقتی سر نظام رو ما میزنیم و فرمانده رو انتخاب نمی کنیم، خود نیروهای مسلح هم نخواهند توانست در واقع دوام بیارن و کاری رو انجام بدن. جمهوری اسلامی بعد از جنگ 12 روزه دکترین خودش رو عوض کرد. دکترین دفاعی رو ما به دکترین تهاجمی تغییر دادیم. تهاجم نه به معنای تجاوز به سرزمین دیگران که آمریکایی ها این کارو میکنن، اسمش هم میذارن دفاع، یعنی تهاجم میکنن، تجاوز میکنن، اشغال میکنن، اسمش هم میذارن دفاع. نه، ما تو این 47 سال نه به یک کشور تجاوز کردیم، نه میکنیم و نخواهیم کرد. دکترین تهاجمی به معنای این که اگر یک کشوری به ما تعرض کرد میزنیم تا نابود بشود، دیگه رهاش نمیکنیم. حالا این میزنیم تا نابود میشود چند تا معنا داره. یه وقت شما میگید که فروپاشی میکنیم اون کشور رو، نه، ما از در واقع راهبرد دفاعی در میایم. زمانی که میرسیم به پیروزی و به اهدافمون، دشمنمون رو تنبیه میکنیم، تنبیه متجاوز توی دستور کار و تعقیب متجاوز در دستور کار ما قرار میگیره. تنبیه تا کجا؟ تنبیه تا این که در واقع ما بتوانیم سایه جنگ را از سر جمهوری اسلامی برداریم. امروز اگر همین آمریکایی ها بخوان برگردن به 9 اسفند 5 سال زمان میبره. این بزرگترین تنبیه برای دشمنان ما. یعنی از نظر تجهیزات، امکانات؟ نه، مهمتر از همه این که امروز ارتش آمریکا توان ایستادگی در مقابل ایران قدرتمند رو ندارد. تا امروز به تجهیزاتش اتکا داشت، امروز دید که این تجهیزات نمیتواند از پس این قدرت بر بیاد. پیشرفته ترین تجهیزات جهان رو به کار گرفتن. اصلا تجهیزات پیشرفته تر از این آمریکا ندارد. اگر یه جنگ جهانی میخواست را بیفته و آمریکا
به تنهایی میخواست در این جنگ جهانی در مقابل همه جهان بجنگد، همین تجهیزاتی رو به کار میگرفت که در مقابل جمهوری اسلامی به کار گرفت. ما میخوایم بگیم که آمریکایی ها بیش از 50 سال سرمایه گذاری کردن تو منطقه غرب آسیا برای استثمار این مردم منطقه به نام امنیت این کشورهای منطقه. کلاه سر این کشورها گذاشتن، تجهیزات آوردن، فروختن، پولشو بردن، پایگاه ایجاد کردن با پول همین کشورهای منطقه. ما میخوایم امنیت برای شما ایجاد کنیم. 14 تا پایگاه اصلی و 3 تا پایگاه دیگه دارن که ما اسمشو نمیگذاریم اصلی. 17 پایگاه اینها تا الان 17 پایگاه نابود شده. آمریکایی‌ها نتوانستن از پایگاه خودشون دفاع کنن، از ارتش خودشون دفاع کنن. چگونه میتوانن از این کشورها دفاع کنن؟ اسم این پیروزی است یا شکست؟ اینا اومده بودن برای حفاظت از اسرائیل پایگاه ها رو ایجاد کرده بودن، برای اینکه رژیم اسرائیل، رژیم صهیونیستی بماند و توسعه هم بدهد. اونا هیچ وقت شعار نیل تا فرات رو کنار نگذاشتن. با روش‌های گوناگون، با ترفندهای گوناگون، با شیوه‌های گوناگون این شعار رو در طراحی‌هاشون داشتن و هیچ وقت مایوس نشدن از این شعار. ولی در این جنگ تمام زیرساخت‌های حیاتی و مهم اسرائیل نابود شد. یعنی علاوه بر این که پایگاه‌های آمریکا در منطقه نابود شد، زیرساخت‌های دفاعی اسرائیل هم نابود شد. قلب آمریکا اسرائیل هست. قلب اسرائیل باید بگیم تمام زیرساختاش نابود شد. تمام دنیا فهمید که ارتش آمریکا تا الان یک ببر کاغذی بوده، چیزی توش نبوده. این چه ارتشی است که خودشو به عنوان قدرت یک جهانی معرفی میکنه و میگه کره زمین زیر پای من هست. خب بعد ظرف کمترین زمان ممکن این ارتش فرو میپاشه توی منطقه غرب آسیا و مقابله با ایران. ببینید آمریکایی ها برای اولین بار مجبور شدن از پایگاه هاشون فرار بکنن، اونایی که زنده موندن، و به هتل ها پناه ببرن، از پوشش های صنعتی کشورهای منطقه استفاده کنن برای مخفی شدن از اسکله ها و در واقع مراکز غیر نظامی، اونا رو به عنوان پوشش خودشون و سپر خودشون استفاده بکنن. الان هم خیلی هاشون متواری شدن و مخفی شدن که من خواهش میکنم، همینجا میخوام عرض بکنم از ملت های مسلمان، ما داریم اینا رو تعقیب میکنیم، آمریکایی ها رو تو منطقه، مراکز اختفای اینا رو به ما نشون بدن. ما هم تقاص این ملت های مسلمان رو از اینا بگیریم، هم تقاص شهدای خودمون رو، هم تقاص خسارت هایی که به ایران به منطقه وارد کردن. حتی اگر این جنگ پایان هم پیدا بکند و متوقف هم بشود، ما شرایط و شروطی داریم که اگر اونا محقق نشود دست از سر آمریکایی ها بر نخواهیم داشت. ناو آبراهام، ناو جرالد فورد، نمیدونم هواپیماهای F-35 چه آقا ما تو همین دوران سامانه های نوین پدافند هوایی، دوران پس از جنگ 12 روزه تا 9 اسفند، جوانان دانشمند ما به نتیجه رسیدن در حدی که هواپیمای F-35 آمریکا رو هم هدف قرار بدن. و این قدرت ما رو به فزونی است، نه اینکه متوقف خواهد شد بلکه با سرعت بیشتری جلو خواهد. یعنی در خلال جنگ هم داره این اتفاقات پیشرفت‌ها اتفاق به هیچ عنوان متوقف نخواهیم شد، به هیچ عنوان. ما دانشمندانمون کار خودشونو میکنن، دانشمند ما بنا نیست بره شلیک کنه جایی. تحقیقات ادامه داره، همه چی ادامه داره انشالله به قول قوه الحمد. چند بار گفت نیروی دریایی از بین رفت. نه اینکه مرتب این جنگ روانیه دیگه، نه این کلمه از بین رفت برای ارتش آمریکا زیباست،
نه برای نیروهای مسلح ایران و مردم ایران. ما از بین رفتنی نیستیم، اینا مهمه. به وعده الهی هم اعتماد داریم، خداوند به ما وعده داده ما پیروزیم، اعتماد داریم با توکل بر خداوند متعال. خداوند هم داره ما رو یاری میکنه، معجزه آسا پیروزی هایی رو به دست میاریم. به زور بازوی خودمون نمینازیم ما فقط. صدها قراردادی که آمریکایی ها امروز برای هواپیمای F-35 دارن، برای ناو دارن، برای شناور دارن، برای سامانه های پدافند هوایی دارن، برای رادار دارن، برای پهپاد دارن، دچار چالش شده. امروز دنیا به نتیجه رسیده که برای امنیت خودش نمیشه به اینا متکی باشه، اینا پاسخگو نیست، باید بیان از تجربیات ایران استفاده کنن اگر میخوان امن باشن. ما هم حاضریم این تجربیات در اختیار همه کشورهای مسلمان قرار بدیم، باید بیان به سمت ما به دست به دست ما بدن، ما همه مسلمانیم. شرطی هم داریم براش؟ یک جبهه، نه اصلا شرطی نداریم، یک جبهه متحد باید تشکیل بدیم علیه استکبار جهانی. اگه شما دست به دست جمهوری اسلامی بدید، همه با هم متحد بشیم، 2 روزه میتونید دخل این اسرائیل جنایتکار رو بیارید، از شرش راحت بشید، همه مسلمان ها رو و بشریت از شر این امنیت به منطقه برگرده. نه، امنیت به جهان برخواهد گشت. امروز ناامنی در جهان محصول راهبرد نحس صهیونیستاست. آمریکایی ها تا الان با شعار استثمار میکردن این منطقه رو، یک کمک های ناچیزی به این کشورها میکردن، ولی تمام منابع این کشورهای مسلمان رو میدزدیدن و غارت میکردن. یعنی سرمایه گذاری آمریکا نکرد، سرمایه دزدی کرد در اصل. خب اینو فهمیدن دنیا. این بزرگترین عامل شکست امروز برای آمریکایی هاست. دیگه سرمایه گذاران بزرگ اقتصادی در این منطقه به آمریکایی ها اعتماد ندارن، احساس میکنن تا این آمریکا تو این منطقه هست ناامنی هست، پس نباید سرمایه گذاری کرد. آمریکایی ها به این سادگی نمیتوانن اعتماد سرمایه گذاران اقتصادی رو دیگه جلب کنن، دیگه هراشون رنگی ندارد. این هم بزرگترین شکست برای آمریکاست که تا همین الان اتفاق افتاده. بنا نیست اینه که من میگم آینده به اینا اضافه خواهد شد. الان امروز آمریکایی ها چه توجیهی دارن برای ماندن در غرب آسیا؟ چی میخوان؟ چیکار میخوان بکنن؟ میگن میخوایم امنیت انرژی رو. خب چرا نکردید تو این جنگ؟ شما که کوچکترین امنیت اصلا ناامنی ایجاد کردید به جای امنیت. تا قبل از شما که اینجا امنیت داشت تا حدودی، البته چون قبلش هم یه کارایی کرده بودید، ولی شما آمدید 100% منطقه رو ناامن کردید. الان از ما سوال میشه گاهی اوقات، میگن که شما تنگه هرمز رو بستید، میگیم برای آمریکا و رژیم بده 100%. برای منافعی هم که برای آمریکا و رژیم هست بده. چند وقت پیش اعلام کرد ترامپ برای کشورهای دیگه بسته نیست. برای این جنگی که اینا راه اندازی کردن خب منطقه رو ناامن کرده. این کشتی میاد عبور بکنه. الان من نمونهشو میگم، اینا اومدن از پهپاد شاهد 136 ما کپی برداری کردن، این پهپاد رو میزنن تو پالایشگاه های کشورهای منطقه، بعد یا جاهای حساس یا تو جمعیت منطقه، حتی تو جمعیت منطقه اینا رو به کار میگیرن. بعد میگن خب این پهپاد شاهد ایران. ناامنی دارن ایجاد میکنن. میگیم خب این آمریکایی ها که قابل اعتماد نیستن که شما میخواید برید، میتونید برید، چون شما آمریکایی نیستید، منافع آمریکا رو هم حمل نمیکنید، نه کشتیتون آمریکایی نه هم محمولش، ولی جانتون و امکاناتتون با خودتون. میترسن برن. اشراف داریم 100% رو تنگه هرمز، و این آمریکای مستکبری که شعار میداد من یل جهان هستم، هیچ غلطی نتوانست توی تنگه هرمز بکنه. این تسلط و این اشرافیت وجود داره امروز و انشاءالله وجود خواهد داشت در آینده.
وضعیت تنگه هرمز تغییری خواهد کرد بعد از جنگ؟ یعنی تنگه هرمز پس از جنگ هم مثل قبل از جنگ خواهد بود یا شرایط تغییر خواهد؟ مشروط به تحقق اون 4 شرطی است که مقام معظم رهبری فرمودن. ما متکی به اون تحقق اون 4 شرط هستیم. اون وقت یه تعریف دیگری میکنیم. برای تنگه هرمز نه، تا ابد دیگه تنگه هرمز قبلی نخواهد بود. خیلی خسارت دیدن آمریکایی ها ولی نتوانستن کتمان کنن که هواپیمای رادار گریز F-35 به عنوان هواپیمای نسل 5 جهان از این به بعد امنیت خواهد داشت. مجبور شدن اعتراف کنن. نتوانستن کتمان کنن که هواپیماهای سوخت رسان میتوانند آزادانه سوخت برسونند به هواپیماهای جنگنده. نخواهند توانست کتمان کنند که ما ارتشمون رو یه جاهای مخفی کردیم چون ایران اطلاعات نداشت پس آسیب ندید. به لحظه ما اینا رو رصد کردیم، همون جاهایی که پنهان کردن همون جا رو هم مورد اصابت قرار دادیم. همینجا من لازم میدونم به توضیح بدم. ببینید کشورها میگن آمریکایی ها و اسرائیلی ها با شما دارن میجنگن. چرا کشور ما؟ میگیم که از کدام سرزمین، از کدوم آسمان و از کدوم آبها دارن به ما حمله میکنن. این که میشه جنگی یک طرفه که ما بخوریم و پاسخ ندیم. خب این بستر رو خودتون فراهم کردید. ما باید وایسیم آمریکایی ها ما رو بزنن؟ وقتی میزنیم خب خود به خود اون جایی که هستن باید بزنیم دیگه. کجا هستن اینا؟ ما کی اومدیم مثلا هتل شما رو مورد اصابت قرار بدیم که آمریکایی توش نبوده؟ خب وقتی همه آمریکایی ها میرن توی یه هتل، این هتل آمریکایی است از دید ما. راه ندید بذارید توی این پایگاه ها بمونن تا ما آسیب بیشتری بزنیم. چرا پناه میدید به آمریکایی ها؟ به هر دلیلی شما پناه به آمریکایی ها ندید. زمین شما برای محترمه، حاکمیت ملی شما برای ما محترمتر از و با احترامتر از سرزمین شما و حاکمیتتون مردم ما برای ما، مردم شما برای ما هستن. اینا مردم مسلمانن. ما یک امت واحده هستیم. ما بنا نداریم خون از یک بینی یک مسلمان ریخته بشه. ما امروز به عنوان خط مقدم جهان اسلام داریم می‌جنگیم. به جای اینکه شما کمک کنید، به ما کمک کنید، باید به آمریکایی ها کمک کنید. این سوال شما باید پاسخ بدید. آسیب هایی که ما در هفته دوم جنگ به آمریکایی ها و رژیم وارد کردیم بیشتر از آسیب هایی بود که در هفته اول وارد کردیم. در هفته سوم همینطور ادامه داره و ادامه خواهد داشت. ما که خیلی چیزا رو نکردیم که. به هر حال ولی شما تو کف میدان دارید اینا رو میبینید. ارتش شما هم داره کاملا این رو درک میکنه. دنیا هم شاهد این اقدامات هست. امروز شما نمیتونید از چشم، چون به عنوان آمریکایی از چشم جهانیان این رو مخفی کنید. شما هی مرتب میگفتید آسمان ایران در اختیار ماست. الان خودشون باید قضاوت کنند آیا آسمان رژیم صهیونیستی در اختیار رژیم صهیونیستی است یا در اختیار آقای سید مجید موسوی و پهپادهای نیروی دریایی و موشک‌های نیروی دریایی و پهپادهای ارتش و هر جا رو ما اراده میکنیم که میزنیم. که کجای آسمان رژیم الان در اختیار شماست؟ کجای آسمان پایگاه‌های خودتون در اختیار شماست؟ الان آسمان کی در اختیار کیست؟ تا الان به نام امنیت آسمان تجهیزات تولید میکردید، با پول خود ملت ها غالب میکردید بر ملت ها و دولت ها. امروز همه کشورها به این فکر فرو رفتن که آقا آمریکا نمیتواند برای ما حتی نه زمین نه آسمان نه دریا امنیت ایجاد کنه برای ما. باید بریم خودمون رو پای خودمون بیستیم. یعنی چی؟ یعنی مشی انقلاب اسلامی تو این جنگ به جای اینکه دفن بشود توسعه پیدا کرد. راه
راهبردهای انقلاب اسلامی اعتماد ملت‌ها رو بیشتر کرد. امروز حتی اون پیمان ناتو هم دنبال این هست که آقا ما برای چی باید به رهبری آمریکا بریم تو میدان جنگ و چالش جنگ رو برای کشورهای خودمون چالش ایجاد کنیم و مشکل درست کنیم، ناامنی ایجاد کنیم. این همه داره فریاد میزنه بیاید کمک من، نمیان. یعنی شما پیمان ناتو چندین و چند ساله رو هم نابود کردید. برپا کننده جنگ و آغازگر جنگ آمریکاست. خسارت و تاوان اقتصادیشو دنیا داره میپردازه. دنیا از این به بعد روی کردش نسبت به آمریکا عوض خواهد شد. بله ما عزیزانی رو از دست دادیم، رهبر عزیزمون رو، سید الشهدای همه شهدای انقلاب اسلامی رو از دست دادیم. این مصیبت بسیار بزرگیه برای ما، ولی ما گرفتار این مصیبت نمی کنیم خودمون برای مقابله با نظام سلطه. راهی که این رهبر عزیز شهیدمون یادمون دادن به رهبری عزیز خودمون حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، پرقدرت‌تر از قبل جلو میریم. امروز بزرگترین راهبرد آمریکا برای فرار از جنگ فرار آبرومندانه است، نه فرار مفتضحانه. به در و دیوار میزنن که این فرار آبرومندانه باشه. هم فرار کنن چون تاب مقاومت ندارن، هرچی بمانن خسارت بیشتری میبینن، دست به دامن این کشورها میشن، واسطه‌گری راه میاندازن. از اون طرف هم شعار میدن، هی مرتب تهدید میکنن که اگر نکنید فلان، اگر اینا که همه رو قبلا گفتید و نکردیم و شما هم هیچ غلطی نکردید. برعکس هی ضربه خوردید دیگه. ولی تو جنگ شناختی ممکنه در واقع این قضیه رو وارونه جلوه بدن. یک اتفاقی که افتاده، این خسارت هایی که آمریکا دیده و کشته هایی که رژیم اشغالگر قدس و آمریکا در این جنگ داده. خب ما اطلاع داریم که خسارت های زیادی، کشته های زیادی به جا مونده از اونها. اطلاعات دقیقی رو میتونید در اختیار مردم ببینید، بذارید؟ دقیق که نباید بگیم، چون اینقدر سانسور خبری در رژیم صهیونیستی و ارتش جنایتکار آمریکا هست که اگر یک خبرنگاری دست به دوربین شود و از یک کشته نظامی آمریکا بگیرد، یا دست نخواهد داشت یا سر، ولو خبرنگار نظامی خودشون باشه، به هیچ عنوان نمیذارن درس کنه. ولی منابعی که در واقع در درون اینها مرتبط هستن با خود اینها، هم در درون رژیم و هم در منابع محلی در منطقه‌ای که آمریکایی ها مستقر بودن در این کشورها و پایگاهاشون، آماری که برآورد هستین که من دارم عرض میکنم شاید در واقع کمی بالا پایین باشه، کمی بیشتر باشه یا کمی کمتر باشه، کمی، ولی این برآورد هست. الان منابع مرتبط با رژیم میگن رژیم از روز اول جنگ تا الان 1321 کشته داد. فکر نمی کنم اینا بیشتر از 6 یا 10 کشته رو عنوان کرده باشن و تایید کرده باشن. من حالا اطلاع دقیقی ندارم که رسما چی گفتن خودشون، ولی منابعی که مرتبط هستن اعلام میکنن 1321 کشته دادن تا الان. من فقط به یک قلمش تو رژیم میخوام اشاره کنم، یک قلم، یک مرکز تجمعی در حیفا و مورد اصابت قرار گرفت، 100 کشته و مجروح داد با یک موشک ایرانی که در این محل تجمع، که اونجا منابع اعلام کردن 40 کشته و 60 مجروح داشتین، یک فرور موشک. حالا شما حساب بکنید صدها فرهنگ موشک و پهپادی که هر روز داره بر سر این رژیم نحس میریزه چقدر کشته داره. رژیم قبرستانهاش آباد شد، هرچند که کشته های نظامیش رو اصلا تحویل نمیده. مرکز فرماندهی نیروی هوایی رژیم صهیونیستی مورد اصابت قرار گرفت، نخست وزیری رژیم صهیونیستی محل تشکیل جلسه شون مورد اصابت قرار گرفت، بسیاری از مراکز راهبردی اونجا، مرکز دانشمندان هسته‌ای شون مورد اصابت قرار گرفت، مرکز تحقیقات صنعتیشون
صنعت دفاعیشون مورد اصابت قرار گرفت. همه اینا تلفات سنگین داشت. قریب به 9000 هم مجروح داده رژیم که اینو خودشون اعتراف کردن. البته این 9000 مجروح شما اصلا کشته نمیگن، فقط میگن مجروح. من تعجب بکنم مثلا موشک‌های چند کلاهکه و موشک‌های با کلاهک چند تنی و اینها وقتی فرود میاد رو سر رژیم فقط مثلا مجروح میکنه، کسی رو نمیکشه. چودن رو میشکافد ولی گوشت و پوست اینا فقط مجروح. یه جراحت از دید اونا یه جراحت مختصری برمیداد. حدود 17683 نفرم تا الان درخواست خسارت از بیمه کردن در سرزمین های اشغالی که اینم حداقل آماری است که در واقع به دست ما رسید. در ارتش آمریکا دلیلی که پراکنده است آمریکا در پایگاه‌های متعدد، ولی من باز حداقل کشته های آمریکا رو میگم که خیلی بیشتر از ایناست، خیلی بیشتر. مثلا من یه نمونهش عرض میکنم، فقط یک نمونه رو عرض میکنم. هتلی که در اختیار آمریکایی ها بود و ارتشیان سربازان و فرماندهان ارتش آمریکا از پایگاه به اون هتل پناه بردن، اون هتل مورد اصابت قرار گرفت. 160 نفر در اون هتل کشته و مجروح شدن. هیچ آدم مسلمانی هم و هیچ آدم بومی هم در این هتل آسیب ندید. نبود که آسیب ببینه. هتل در اختیار آمریکایی ها قرار گرفت. این مال اوایل جنگه، مال همون روزای اول جنگه که 100 کشته فقط اینجا و 60 مجروح داشتن. در برخی از این پایگاه ها مثل پایگاه ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین بیش از 100 آمبولانس و آمبولانس هوایی و زمینی در طی یک شبانه روز فقط تردد داشتن برای حمل کشته و مجروح. خیلی کشته دادن آمریکایی ها، خیلی مجروح دادن، ولی ما کفش رو که برآورد داریم میکنیم، حالا با اطلاعاتی که از منابع محلی میاد، خیلی کم حساب بکنیم قریب به 600 تا 800 نفر کشته آمریکایی ها دادن. بین 600 تا 800 کشته تا الان دادن و قریب به 5000 مجروح. این کفه، حتما بیشتر دادن، شک نباید بکنیم. در ادامه این که به هر حال ما الان تو چه وضعیتی هستیم؟ اولا ابتکار عمل در جنگ در اختیار نیروهای مسلحه. لحظه این ابتکار عمل از دست نیروهای مسلح بیرون نیومده. در دست نیروهای مسلح این ابتکار عمل تصمیم میگیرد، اجرا میکنه. ما یه جاهایی گفتیم اگر فلان بکنید فلان خواهیم کرد و فلان کردن و سنگینترش رو انجام دادیم. هیچ قولی و هیچ وعده‌ای ندادیم تا الان که بهش عمل نکنیم. اگر یک جایی عمل نکردیم ارتش آمریکا عقب نشینی کرده. گفتیم زیر ساختای سوخت و انرژی و فلان اینا رو بزنید، چندین برابر این خسارت رو ما وارد خواهیم کرد. کوتاه هم نمیاییم. تو میدان عمل هم خیلی جا نشون دادیم. تجربه کردن، الان عقب نشینی میکنن. ببینید یعنی ابتکار عمل. مسئولین هم انصافا دارن زحمت میکشن. هیچ انشقاقی بین مسئولان کشور نیست، قابل تحسینه. مردم اینو باید قدر شناسی کنن. شما نگاه کنید، آمریکا با تمام قدرتش اومده تو میدان با ما جنگیده، هیچی تو بازار کمیاب نیست، همه چی هست. زندگی روش جاری داره. مردم زیر بمباران میرن شعار میدن علیه آمریکا. مسئولین هم حضور پیدا میکنن بینشون. یه جایی هم که حضور پیدا نمیکنن نیروهای امنیتی به اینا اجازه نمیدن. اگر اجازه بدن همه فرماندهان نیروهای مسلح میرن لای مردم. به مخیله آمریکایی ها و صهیونیستا نمی اومد که در هنگامه پرشدت جنگ وقتی رهبر معظم انقلاب رو به شهادت میرسونن، جمهوری اسلامی بتواند، مردم ایران بتوانند رهبر انتخاب کنند. در شدیدترین شرایط جنگ رهبر انتخاب کردن. یک رهبری دقیقاً عین رهبر قبلی و هیچ خدشه‌ای به این
نه این ملت به امت اسلامی وارد، اصلا دلگرم شدن همه امت اسلامی با همون خط مشت ولی جوانتر. پس اینم یک موضوع بسیار مهمه. ما به هیچ عنوان خدشه‌ای به ارادمون وارد نشد. ارادمون عین همون روز اول هست. هر چقدر از این جنگ بگذرد اراده ما قوی‌تر می شود. تو میدان اینو نشون دادیم. به هیچ عنوان ما تسلیم دشمن نمی شویم. در آینده امروز که دست برتر رو داریم. به هیچ عنوان. اصلا دشمن باید پی تسلیم کردن ملت ایران رو از تن خودش پاک کنه. با زانو بزنه مقابل این ملت قهرمان. خیلی تشکر میکنم سردار از اینکه وقت گذاشتید و با ما و بینندگان